سلام علیکم عزیز، لایک موندن و подписаться فراموش نکنین. یک مادر در سامالیو در یک سفرهم با یک مادر تاجیک هم به سامالیو یک جو سفر کردیم، پرواز کردیم. برای من قصه کرد که پسرش حاجی است و آدم ها رو رجیستراسیون میکند و سومی کلان میگیرد. میگه که چند بار به پسرم گفتم که همین کارت نکن، همین کار درست نیست، از برای خدا انگاز یاردم که پولی کم گیر، گپم گوش نمیکنه. بعد دخترچه 8 سالش بود، دخترچه سالم بود. یک روز گفت وظیفه خانگی اجرا میکرد که چیزی روچکا خیلی майдак است. майдачак کنی چی میگه روچکا است؟ майдачак همون وایش در روح نفسش درست میمونه. کودک در کام غلطه. بعد از کام غلطن کودک وزی میگه گفت نقل کردم مادر که اینوالید شده است. کودک گپ نمیزند، نمیفهمد. طعام با واسطه چی میدین شلنگ میدین و نفس با اکسیژنی سونی نفس میکشد. تا حوزه میگه پسری من عبرت نشده اینقدر میگم که نکم کاره. میگه شاید کسی دعای بد کرده پسری من کارم خشید. انا کودک 4 سالش میگم خیلی در عذاب است. پسرم کارش بس نمیکنه. برای همین بینین که کسی که به کسی ستم میکند که دستور زلزله آمدگی که کسی ذره نیکی کنند میبینه، کسی ذره بدی میکنه میبینه. در آیت آخر سوره زلزله آمدگی در پاره 30 قرآن. بعد میگه که تو در آیه دیگر که آمده است که خداوند درگیر است، سختگیر است. در دیگه آیه قرآن آمده. اما مو میگیم در چیز در مسیح توجیه که اگر غضب خدا بر سر انسان آید صدا ندارد، اگر که زد دوا ندارد. یعنی کودک گفتگی که توبت نشونده است. این کودک دیدین چقدر از عملی پدرش کودک مثالش میبینن که شاید سوال شد که چرا کودک؟ برای که پدر خداوند هم خنشون است که تام کورت نباید میکردی یا که بس کن. زنک مادر گفت که تو حوزه پسرم کارش رو بس نکرده ایستاده است. این در یکی از سفرها بود. در روسیه به تاجیکستان رفتن با هم مادر یک جوشتیم. اما خیلی قصه کرد که یکی کشور شما نپرسیدیم از کدام کشور است. گفت که همین خیلی در روسیه زندگی میکنیم و شما کشورش نمیخوام گفتن. اگر میگفتم نمیگم شما که همین خیلی حاجی که به نام حاجی و به نام چی میگن استاتوس حاجی گرفتگی نکیم. هم زن خودش گفت مادرم حاجی که چقدر اینو حج میرن میبینن دل آدمان قدر میرنجانن برنجیدن شو. این فرض نبیرم میخشت که نبیرم گوهم قدر دوست میداشتم خودم دوست میدم لیکن مجروح هست، اینوالید است. بله شورشن در کار، از خدا ترسیدن در کار، که کسی رو فریب کردن در کار نیست. با پولی حرام، با پولی چی میگن فریب و فریب دست آورده زندگی کردن هیچ ناممکن است. من این بلاها و خداوند غضب شده به بنده چیکار میکنه؟ میگیره. بله خداوند درگیر است، سخیر است. اما در سوره ایزوزت اومده است که کسی ذره نیکی کنه ببینید، کسی ذره بدی کنه میبینه.